اینا ظرفای مخصوصشونه؟ اینا ظرفای مخصوصشون که غذا میخورن. بریم باز بریم صبر اینا الان بیرون کردیم اومدیم اینجا غذاشون میریزیم، غذاشون میخورن تا غروب اینجا میمونن. غروبم ظهرم دوباره بهشون غذا میدیم، غروبم بهشون غذا میدیم، بیرون میکنیم میبریم داخل جایی که باید بریزیم، داخل خیالون نگه میداریم. این زندگی روستایی اینجوریه دیگه. روستا با باب و گوسفند و مرغ و خروس و زندگیشون تامین میکنن.